زندگی کن، چه خوب چه بد، لذت ببر از زندگیت، حتی به غلط. من غلط زندگی زیاد کار انجام دادم ولی حالم خوبه. در زمانی شور و شر و حرارتی بوده زندگیش کردم و اتفاقا سحر روش میذارم، لذت میبرم از زیستن حتی به غلط. پشیمونی یعنی چی؟ زندگی کردم اون لحظه رو، وجود داشتم به غلط. اصلا کی تعیین میکنه درست و غلط چیه؟ پشیمونی برای چی؟ برای اینکه زنده بودم، یا مثلا یه فیلم رو بد بازی کردم، یا فیلم رو خوب بازی کردم، یا اینکه یه رفتارم در جامعه غلط بوده. بعد اخلاق اینو تعیین میکنه، قدرت اینو تعیین میکنه، قالب‌های فرو افتاده و پست اینو تعیین میکنن. کی تعیین میکنه؟ از لابلای همین دست و پا زدن‌های غلط که شاید شما انتظار پشیمانی از صاحبش داری، یهو پختگی از اونجا در میاد. چه قوه زیبایی که جوجه اردک زشتی بود، چه پروانه ها که توی پیله بود. هر چه زشت‌تر زیباتر، هر چه سیاه‌تر سفیدتر، هر چه بی‌مقصدتر هدفمندتر. کی به کدوم پختگی رسیده که خالی از اشتباه باشه، که مقدس‌تر از خوبی اشتباه و گناهه، پاکتر از اون آدمیه که ازش فرار نمیکنه و میگه من آدمم و پر اشتباهم. بی‌نظیره، معلومه غرور نداره. اینجوری میفهمم زندگی رو.